سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. یک شهروند روسیه که جوان تاجیک را در داخل متروی مسکو از چشمش محروم کرد ممکن است از جوابگری جنایی آزاد شود. روسیه با استقبال از تلاش‌های افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای کشورهای منطقه را به کنفرانس صلح افغانستان دعوت کرد. ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمان را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه‌های ماه فوریه برگزار شده. در آن وضع افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم. پدر 5 فرزند در تاجیکستان یک دفعه از چنگال ترمن نجات یافت ولی بار دوم در همان محل فلاکت طبیعی او را کشت. ممکن نبینیم. همیشه گفت زدن باید گفتن که دو نفر قرضدار نامشون هم نگرفتن که قرضدار نامشون هم نگرفتن. تفصیل خبرها. امروز در دادگاه شهر مسکو محاکمه پرونده پرسر و صدای حمله به مهاجر کاری تاجیک ادامه یافت. در این حمله در متروی پایتخت روسیه سلیمان سعیدوف از یک چشمش محروم شد. وکیل دفاع سلیمان روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت آنها میخواهند الکساریوف شهروند روسیه برای عملش جزا بگیرد، هرچند وکیل شهروند 59 ساله روسیه گفته است که متهم به جنایت عقل سالم ندارد و نباید به جوابگری کشیده شود. سلیمان سعیدوف میگوید الکساریوف ماه اپریل سال 2016 در داخل مترو بی سبب به او در افتاد و به سر و روی او از تفنگ پنیوماتیکی 3 تیر انداخت. دادستانها الکساریوف را به تلاش برای کشتار متهم می‌کنند. حامیان حقوق میگویند حمله در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران تاجیک صورت گرفته است. در شهر دوشنبه با برگزاری یک مراسم از آغاز اجرای طرح تقریباً 10 میلیون دلاری خبر دادند که هدف از آن کمک به عائله‌های کمبیزاد و رشد کشاورزی در تاجیکستان است. در مراسم الیزابت میلارد سفیر آمریکا در دوشنبه مقامات بلندپایه و وکیلان مردمی تاجیکستان حضور داشتند. طرح مذکور را آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کند و هدف از آن به نظم درآوردن تقسیم و اجاره زمین برای کشاورزی است که تاجیکستان از این جهت مشکلات بسیار زیاد دارد. در تاجیکستان می‌خواهند با راه اندازی یک لایحه بازار زمین تأسیس داده به ساکنان برای استفاده و خرید و فروش حقوق استفاده برای آن مساعدت کنند. این لایحه که از جانب آژانس بین‌المللی آمریکا عاید به رشد یا USAID راه اندازی شده است تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت ختلان عملی خواهد شد. روز 7 فوریه در مراسم افتتاح این لایحه که با شرکت سفیر آمریکا الیزابت میلارد، رئیس کمیته زمین و گیاه‌دزی رجب احمدزاده و نمایندگان دیگر تشکیلات و برنامه‌ها دایر گشت، همچنین گفته شد که تا سال 2020 باید برای تغییر سیاست زمین در تاجیکستان زمینه حقوقی فراهم آورند. همین خودی قانون و اینها را یعنی بهتر کردن. دوم регистрация земли, третье оценка земли, четвертое повышение осведомленности фермеров и других бенефициаров от земельной реформы. Это по развитию рынка земли. تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدفهای این برنامه دانسته می شود. از بس که ما امروز که برای که شهروند دهقان تواند به خود یک راهی طریق به گردش بازار وارد کردن حقوقش پیدا کند، ما گرفتیم امروز و قانون تغییرات وارد کردیم که حقوق استفاده قطعه زمین اون همچون مال که غیر منقول عمل کند. یعنی که حقوق ما میتواند با یک بار میگم به گرم ماند یا اینکه به دیگر شخص تحفه نماید یا که به شخص دیگر کنیم با طریق میراث طبق قانون‌های عمل کننده و میراث دیا. یعنی که حقوق استفاده خود رو به فروش ماند. و رو میاریم به مسائل بین المللی. حکومت امریکا با اظهارات رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای واکنش تند نشان داد و گفت اگر ایران نفهمیده است که رئیس جمهوری نو در ایالات متحده سر کار آمده است پس خودش را مسخره می‌کند. بیانیه سخنگوی کاخ سفید روز 7 فوریه و بعد از آن صدا داد که آیت الله خامنه‌ای در تهران گفت ایرانی از تهدید نمی‌ترسد و افزود که دونالد ترامپ چهره واقعی آمریکا
و فساد سیاسی و اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر امریکا را به گفته او اوریان کرد. درباره رد و بدل‌ها بین ایران و امریکا قبل از برنامه صحبتی داشتم با جواد کوروشی، همکارم از رادیوی فردا. آقای کوروشی، به برنامه ما خوش آمدید. در سخنرانیش آیت الله علی خامنه ای بیشتر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا را انتقاد کرد و راجع به سیاست‌های دونالد ترامپ چیزی نگفت. سبب‌های این واکنش احتیاطکارانه آیت الله علی خامنه ای چه بوده میتوانست؟ آقای خامنه ای روز سه‌شنبه بسیار محتاط بود. محتاط از این جهت که در حقیقت با حمله به آقای اوباما و این یک نوع در واقع هدیه به آقای ترامپ بود وقتی آقای اوباما را اینطور مورد حمله قرار داد. منتها احتمالاً آقای خامنه ای و دیگران منتظرن ببینن که سیاست آقای ترامپ در خطوط کلیش چه خواهد بود و چه سیاست در برابر ایران در پیش خواهد گرفت. و برعکس دولت باراک اوباما طوری گفتیم دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را یک از سازش‌های بدترین نامیده است و هم گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. با نظر داشت چنین موقعی سخت گیرانه با ایران می‌توان گفت که در آینده ممکن است رابطه‌های آمریکا با ایران پیچیده‌تر شود برعکس عهد اوباما؟ به هر حال پیچیده‌تر خواهد شد، برای که این شکی نیست، برای که آقای ترامپ یک سیاست دیگه میخواد در برابر ایران رو به قول خودش بترسونه و مجبور کنه به یک سلسله در حقیقت عقب نشینی. ولی من فکر نمی کنم که به این سادگی باشه، برای که این قرارداد هسته‌ای قرارداد چند جانبه است بین آمریکا و چند کشور دیگه و ایران و خود مشاورین آقای ترامپ هم اینجا و اونجا میگن که این قرارداد بهتر دست بهش نزنیم. منتها تحلیلی که هست این است که احتمالاً آقای ترامپ سعی خواهد کرد با فشار تازه بر ایران رو اینجا و اونجا به عقب بنشونه. یک نکته دیگه هم شاید گفت، ایران یعنی خویشتن‌داری ایران در برابر اعلام موضع صریح در برابر آقای ترامپ هم برخی بر این عقیده هستند که وابسته به موضعی است که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در برابر روسیه خواهد گرفت، چون ایران میخواد با روسیه سیاستاشو متعادل کنه و هم جهت کنه. و آخرین سوال، آیا میتوان انتظار داشت که طوری گفتیم دونالد ترامپ مثل بیانیه‌های تندش با ایران سخت گیرانه رفتار کنه یا دیگر شرایط عوض شده است؟ اون چه مسلمه به احتمال زیاد همه تحلیلگرا به این نظر هستند که جنگی نخواهد شد بین، یعنی آقای ترامپ و دولت آمریکا مثل جنگی مانند عراق و سوریه و اینا رو علیه ایران را نمیندازه، اما میتونه در بسیاری از موارد با اعمال تحریم‌های تازه، همطور که چند روز پیش هم این کارو کرد، با اعمال تحریم‌های تازه، با محدودیت‌هایی که در روابط بین المللی ایران ایجاد میکنه، ایران رو زیر فشار قرار بده و منتها خب آیا ایران به این فشارها تسلیم میشه یا نه، اون یک مقوله دیگه است. تشکر. جواد کوروشی همکارم از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر آقای کوروشی. سپاس از شما. و در افغانستان همسایه با ایران دیروز یک بمبگذار مرگ طلب با ترکاندن خود در نزد دادگاه عالی 20 نفر را کشت و 10 تن دیگر را مجروح کرد. و امروز در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با صلاح الدین ربانی همتای افغان خود در مسکو راههای خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. گزارشی را در این باره می‌بینیم. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در شهر مسکو با وزیر کارهای خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی روند صلح افغانستان را بررسی کردند. به قول مقامدار روس، مسکو ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان و تعمیر آن را ادامه می‌دهد. لاوروف گفت که دو جانب در مسئله ضرورت توسعه روند صلح افغانستان به موافقه رسیدند. وزیر کارهای خارجه روسیه تصدیق کرد که میزبانی کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان را که احتمال ماه روان دایر شود به عهده گرفته است.
ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمان را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه‌های ماه فوریه برگزار شده در آن وضع افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم. در این نشست همچنین عریضه افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای و نهادهای منطقوی مبارزه با تروریسم ارزیابی خواهند شد. لاوروف میگوید افغانستان به حیث ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای نقشی بارز داشته است. عضویت افغانستان در سازمان همکاری‌های شانگهای مهم است، به ویژه در شرایط فعلی در روبروی تهدید تروریستان بین‌المللی، تقاضاهای غیر قابل قبول طالبان و گروه‌های افراطی اسلامی که سعی دارند در شمال افغانستان جای پا پیدا کنند. دیپلمات بلندپایه روس اظهار امیدواری کرد که همکاری‌های روسیه با ایالات متحده آمریکا در دوره حکمرانی پرزیدنت نوی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مبارزه با گروه تروریستی به نام دولت اسلامی و امنیت منطقه و بخصوص نظم و ثبات افغانستان تحکیم می‌یابد. مقامات میگویند راه دوشنبه چناق برای حرکت باز است ولی خطری ترمه از بین نرفته است. در قطعه‌های گوناگون راه از روز 28 انور این جانب ریزش ترمه مشاهده می شود و 10 نفر هم جان دادند. یکی از آنها دولت یونوسف ساکن دوشنبه بود که یک دفعه از ترمه نجات یافت ولی بار دوم در کام برف جان داد. ناصر یونوسف فاجعه آمده بر سر برادرش دولت را به رادیو آزادی چنین نقل کرد. آخرام گپی زدم که زنگ نزدیک تلفن ذریعش تمام شد بعد دیگه وای نمیشه. همین بود آخرام گپ زدم. بعد ساعت 3 بعد دیگه زنگ نزدیم ساعتای 6 نیم ما راسپور همون طرفی تونل شدیم. معاون وزیر نقلیات قطعی هم و سردار میلیسی هم مبارزاب التجا کردیم که همینجا ماشین برادری ما آیسته بکنیم که همون وای نشود. با توزه کردن گرفتن دو کوش گرفتن کوش سیم که آهن با آهن رسید صدای هم آهنو برامه گفتیم آسته که همینجا ماشین با هم خیلی کوش پاس کرد بعد وای کردیم بچه ها وای کردن لپاتکا خطی تیز کفتن دیدیم که در حقانی ماشین برادرمون در همون سری رول هم خیلی رنگ زنده شده بعد بچه ها توزه کردن فراوردیم. رفته قدیم با چوی میشه پیش همون گالری در چوی میشه انا وای میکنه میگم ما رفتم ماشین انا میکشم میبرم برف طرف لینوبود میرم این بچه‌ها التماس میکنن که میگن نکن خیلی با خوف و ترمای همه گوش نمیکنه و میبینه وای میکنه تروس میبنده وای میکنه که همین وقتی هم کشیدن که ترمای واقعا میکنه میزن دیگه برو ترمای دیگه بعد پولنی ماشین میپوشم. ولی چرا رفتیدم؟ یکم ماشین چپا شد یا برای چی به نظر شما؟ به نظر من از نرسیدن هوا. صحبت کاملی ناصر یونوسف را در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. واقعا صحبت بسیار جالبی دیگر هم داریم در باره یک بانوی 49 ساله تاجیک که 13 سال باز منتظر همسر است و میگوید یگانه آرزوی شنیدن خبر درباره سرنوشت پدری فرزندانش است. شریف علی جلیلوف که برای کار به روسیه رفت آخرین دفعه سال 2004 به خانواده‌اش نامه فرستاد و دیگر بی‌درک شد. اخترده تش عروسی کردم توی کردم به پدر برآوردم یک بچه را تای خو کردم به پدر برآوردم خودم تنهایی ببینم فرزنداش و داغ بچهش یک بار برا سر منزل ببینم اینم آرزو دارم دیگه هیچ. و این صحبت نیز در وبسایت azadi.org هست. برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.